ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان ماهی است که الله سبحانه و تعالی در این ماه خیر کثیر و فضل عظیم و بزرگ و انعامات الله سبحانه و تعالی در این ماه زیاد هست. از آن جمله فضائلی که در ماه مبارک رمضان نهفته هست که بزرگترین فضیلت و با عظیم ترین فضیلت آن فضیلت شب قدر هست. شب قدر چگونه شب است؟ ما بندگان الله خیلی وقتها از بسیاری از مسائل بسیار ساده و سلیس و روان تیر میشیم. فقط میشنویم شب قدر است. در ماه مبارک رمضان یک شبی از شبهای قدر هست. آیا دانستیم که این شب چگونه شبی هست؟ دارای چی مقام و فضیلتی هست؟ و این شب چقدر ما را به الله سبحانه و تعالی نزدیک میکنه؟ چقدر مسیرهای طولانی و خم و پیچ را به یک شب انسان میتونه سیر بکنه؟ خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی میفرماید: انا انزلناه فی لیلة القدر. میفرماید ما قرآن را نازل کردیم در شب قدر. الله سبحانه و تعالی قرآن را در ماه مبارک رمضان و در شب قدر، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماهی که قرآن در آن نازل شد. در کدام شب نازل شد قرآن؟ در شب قدر نازل شد. انا انزلناه فی لیلة القدر. مسئله شب قدر خیلی مهمه. وقتی نگاه میکنیم که عقل بشر این فضیلت را حتی توان درکش نیست، آن هم کدام عقل، کدام بشر؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی به پیامبر میگه: و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چی میدانی که شب قدر چیست؟ یعنی از درک و فهم تو بالاست اگر الله برای تو توضیح نده. تو نمیدانی. این عظمت و بزرگی شب قدر را نشان میده. الله سبحانه و تعالی میفرماید: انا انزلناه فی لیلة القدر. به طور خلاصه و فشرده
شأن و نزول این سوره مبارکه، سوره قدر. علما اقوال زیاده دارن. به طور خلاصه و فشرده اینه که امتهای گذشته عمر طولانی داشتن و عبادات بیشتری انجام میدادن. فردی از افراد گذشته 80 سال از عمر خود در راه جهاد فقط سپری کرده بود. وقتی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم این را شنیدن، در دلشان پیدا شد که این عمر ما 60 و 70 و انتهایو که برسه به 100 خواهد رسید. آیا امکان داره که انسان 100 سال عمر داشته باشه، 80 سال اختصاص بده در راه جهاد، در جهاد باشه و شمشیر در زمین نگذاره؟ از این 100 سال 50 سال رسمی انسان خوابه، شبه. چقدر از این عمر به خوردن و به نوشیدن و به این و اون سپری میشه. پس بناهن آرزویی بود که در دل صحابه پیدا شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به فکر افتادن که این امت با عمر کم چگونه بتوانه اجر عظیم و بزرگ به دست بیاره. الله سبحانه و تعالی سوره قدر را نازل کرد. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یک شب اگر دریافتی بهتر از 1000 ماه گفته شده، نگفته 1000 ماه، بهتر از 1000 ماه. حالا این بهتر بودن آیا 10,000 برابره؟ 10,000 ماه هست، 100,000 ماه هست، میلیون ها ماه هست؟ الله میدانه. خیر من 1000 شهر. 1000 ماه را نگاه کن چند سال میشه؟ 80 و چند سال میشه، 84 سال و چند ماه. حالا اگر تو مسلمان، تو خواهر و برادر، حتی از 20 سالگی اگر در جستجوی شب قدر بودی، الان 30 سال و 40 سال و 50 سال و 60 سال عمر داری، اگر 10 مرتبه در عمر، 20 مرتبه در عمر، 5 مرتبه در عمر شب قدر را دریافته باشی، نگاه بکن که سر به کجا میزنه این اجر و ثواب و پاداش عظیم و بزرگ. فضیلت شب قدر زیاد هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قام لیلة القدر، کسی که شب زنده‌داری داشته باشه، به قیام باشه در شب قدر، ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی اخلاص، نه اینکه شب زنده‌داریش قصه و داستان و قهقه و خنده و اینها باشه، نه، از روی ایمان، از روی اخلاص، از روی دیانت. نتیجه چی میشه؟ غفرت له ما تقدم من ذنبه. الله اکبر. از جمله فضیلت ها و فضائل شب قدر اینه که تنزل الملائکه، ملائکه نزول پیدا میکنن. ملائکه در آن شب به زمین می آین. آن ملائکه چقدر هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند تعداد ملائکه وقتی در آن شب به زمین نزول پیدا میکنن به اندازه ریگه های تمام دنیاست. سنگ ریزه های تمام دنیا، تمام این کره زمین. حالا خودت فکر بکن، فکر بکن خواهر مسلمان و برادر مسلمان، تنزل الملائکه، ملائکه نزول پیدا میکنن
یکی نه، 10 تا نه، 1000 تا نه، میلیون ملائکه نه، میلیارد نه خیر، بی حساب و بی شمار. آیا می شود ریگ‌های دنیا را شمار کرد؟ ریگ‌هایی که در دشت و بیابان هست، فکر بکن. ریگ‌هایی که در کوه‌هایی که در دنیاست، ریگ‌هایی که در بحرهاست. لا اله الا الله. به اندازه ریگ‌های این دنیا در شب قدر ملائکه نزول میکنه. آه چه شب مبارک است، چه شب زیبایی است. تنزل الملائکه و الروح، روح جبرائیل علیه السلام همراهشان هست. فیها باذن ربهم من کل امر. از جمله فضیلت های شب قدر، شب قدر شب سلامتی است، سلامتی از همه آفات. از چی وقت هست؟ وقتش آیا شب قدر 1 ساعته؟ 2 ساعته؟ نه خیر، شب قدر از غروب آفتاب که شروع میشه، سلام هی حتی مطلع الفجر، تا طلوع صبح شب قدر ادامه داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. جستجو کنید شب قدر را در دهه اخیر ماه مبارک رمضان. این که چرا وقتش و شبش مشخص نیست، حکمتش اینه که از ابتدای رمضان تا انتهای رمضان به جستجوی شب قدر باش. جستجو بکن، تلاش بکن. آنهایی که دانه قیمتی را میخوان پیدا کنن چقدر در عمق دریاها میرن، چقدر سنگ و لاخها را میشکنن تا دانه قیمتی و با ارزش را به دست بیاورن. از ابتدای رمضان تا انتهای رمضان به جستجوی شب قدر باش، خصوصا دهه اخیر. شب قدر چنان فضیلت دارد و چنان فضائل در شب قدر نهفته است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آن شب چنان به عبادت الله سبحانه و تعالی می پرداختند. ام المؤمنین عایشه می فرمایه یا رسول الله، من اگر شب قدر را دریافتم کدام دعا را بنمایم؟ رسول الله فرمودن این دعا را، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این دعا را در شب قدر تکرار می کردن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان به جستجوی شب قدر بودن که عبادت رسول صلی الله علیه و سلم نسبت به ماهای غیر رمضان در رمضان خیلی متفاوت بود. پس بناهن باید متوجه شب قدر باشیم. مهم اینه که انسان در شب قدر قدرمند بشه، قدر خود را و ارزش خود را بدانه. ای انسان، الله سبحانه و تعالی وسیله را برای تو آماده کرده که به یک شب مسیر 80 و چند سال را طی می‌کنی. الله برای ما توفیق بده که قدر این شب را بدانیم، به جستجوی این شب باشیم. علامات شب قدر. چگونه بفهمیم شب قدر چگونه بود؟ چگونه علاماتی داره؟
علامات شب قدر علامات صحیح که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده اینه که صبح همان شبی که شب قدر بوده، صبح آن شب خورشید خیلی درخشنده نیست. خورشید در آن شب چون از رفت آمده از نزول ملائکه نور خود را کم میکنه. صبح که شب قدر بوده از علاماتش اینه که نور خورشید کم است، درخشندگی خورشید کم است و همچنین آن شب معتدل هست، نه گرمه و نه سرده. اما به این که بعضی انسان ها میگوین شب قدر شبیه که درختان سر به زمین میگذارن، درست نیست. و یا این که میگوین در شب قدر همه دریاها آب شیرین میشه یا شور میشه، درست نیست. یا این که میگوین حیوانات سر و صدا نداره، مثل کلب و مثل حمار و اینها سر و صدا ندارن، اینها درست نیست. و یا مسائل دیگری. پس بناهن شب قدر شب سکون و آرامش، شبیه که اگر بخواهیم با یک جمله اخیر ما فضیلت شب قدر را بدانیم، الله سبحانه و تعالی کلام عظیم القدر خود را به وسیله یا از طریق ملک عظیم القدر خود که جبرائیل هست به سوی نبی عظیم القدر خود فرستاده. چی وقت؟ کلام عظیم القدر از طریق ملک عظیم القدر به سوی نبی عظیم القدر در شبی که نام گذاری شده و نام گذاشته شده لیلة القدر فرستاده شده. پس بدان که شب قدر خیلی عظیم و بزرگ و شبیه که ما نباید 1 ساعت را اختصاص بدیم به شب قدر، 2 ساعت را اختصاص بدیم. شاید خیلی از کسانی بگن مصروف هستیم، مأمور هستیم، فردا کار داریم. این را بدانید هر کاری که دارید، هر عایدی که دارید، هر فایده‌ای که دارید به این فایده نمیرسه خیر من 1000 شهر، بهتر از 1000 ماه به هیچ جا میسر نمیشه. هیچ کس برای انسان نمیده جز ذات اقدس الهی. پس بشتاب و تلاش بکن که شب قدر از دست تو نرود. من قام لیلة القدر، کسی که شب زنده‌داری کنه شب قدر را از روی ایمان و اخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله گناهان گذشته او را مورد عفو خود و بخشش خود قرار میده. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان